صحیفه تاجیکان در آینه تاریخ از روی اثر پیشوای ملت محترم امام علی رحمان تهیه می گردد. تاریخ را برای آن می آموزیم که از سرگذشت پر افتخار و عبرت آموز نیاگان آگاه شویم، سبق گیریم و این دانش ها را در ترتیب دادن نقشه معینی رشد امروز و فردای دولت و ملت کاربست نماییم. ادامه صحیفه تاجیکان در آینه تاریخ. باب 4: سلسله تورانیان و احیای دولتداری و تمدن آریایی. تورانی ها طرز زندگی کوچی را اختیار نموده چارواداری را پیشه اساسی خویش می شمردند. در حیات مردم کوچی و بادیه‌نشین تورانی طرز روزگار قبیلوی نقش مهم داشت و آنها در لحظه های مساعد به دهکده ها و مکان زیست مردم مقیمی آریایی تاخت و تاز نموده اموال آنها را به غارت می بردند. برای قبایل تورانی جنگ و پرخاش و تاراجگری یک عمل دائمی روزگذرانی و نشان شجاعت و دلاوری به حساب می رفت. قوم‌های تورانی با تقاضای پیشه چارواداری هنگام گرماهای شدید تابستان از غایت خشکیدن علف و نرسیدن غذای چاروا به زمین‌های کشت و مرزهای زراعت و غله آریایی‌ها هجوم کرده گردش و ورزش جنگی و تاخت و تازهای دائمی را می‌پسندیدند. قوم و قبیله‌های نژاد آریایی در هزاره‌های تا سالشماری میلادی از سرشمارترین مردمان جهان بودند. آنها اصلاً در شرق نزدیک و آسیای خرد، جنوب شرقی اروپا، کناره‌های بحر سیاه، دشت‌های بزرگ بین آلتای و والگا، در هفت‌رود، ماوراءالنهر، خراسان، شمال و قسماً جنوب هندوستان، پاکستان و غیره سکونت داشتند. در تحقیقات تازه ایرانشناس توانا ریچارد فری میراث آسیای مرکزی، اختلاف میان کوچ‌نشینان و مردم مقیمی آریایی در عهد دولتداری هخامنشیان و نفوذ سکایی‌ها در قسمت شرقی سلطنت مخصوص ذکر شده است. شاید همین سرشماری و پهناوری مکان سکونت قوم و قبیله‌های آریایی باعث گردیده است که در سرچشمه‌های خطی پارسی از جمله کتیبه بیستون قوم‌های کوچمنچی تورانی را با نام عمومی سکه یاد می‌نمایند. در ستون اول کتیبه بیستون در خطار 23 کشور تابع دارا نام سرزمین سک‌ها سکه ذکر شده است. در ستون دوم کتیبه مذکور نیز نام سکیفیا در قطار 9 کشور آشوب کرده آمده است. در ستون 5 این کتیبه شورش سگ‌های دارای کلاه نوک‌تیز چنین ذکر شده است. داراشاه گوید: پس از آن من با لشکر به سکیفیا رفتم. پس از آن سگ‌هایی که کلاه نوک‌تیز می‌پوشند از نزد من گریختند. چون به نزد دریا رسیدم با تمام لشکر به آن طرف گذشتم. پس من سگ‌ها را بسیار کشتم. سردار آنها سکون خانم او را اسیر گرفتند و به نزد من آوردند. کتیبه بیستون قدیمترین و پرارزشترین آثار خطی عهد هخامنشیان است که در برابر سرچشمه‌های هندی و منبع‌های یونانی آید به سگ‌ها معلومات داده است. ناگفته نماند که در این سرچشمه‌ها علاوه خصوص در آثار گرداد دایر به 4 طایفه سکایی‌ها سکا هاوما ورکا، سکایی‌های هماورز یا پرستنده نوشابه مقدس هاوما، سکا تیگر خاودا، سکایی‌های تیزخود، سکا تیای پرادرایا، سکایی‌های آن سوی دریا، سکا تیای پراسوگدم، سکایی‌های آن سوی سوخت خبر دادند. صحیفه تاجیکان در آینه تاریخ ادامه دارد.